الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که کسی که به خاطر دفاع وطنش می جنگد، به خاطر دفاع قومش، قوم کفری هست، کسی نباشد، می جنگد به خاطر ملتش که از کفر و مجوس و غیره عبارتند، می جنگد، آیا در حالت مرگش این را شهید گفته می شود؟ زیرا که امروز ملاها همچنین انسانها را شهید می نامند. البته این سوال یک برادر است. سبحان الله، در حقیقت در یکی از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده است که وقتی که قیامت نزدیک می شود، میزان ها عوض می شود. یعنی بسیار مسائل عوض می شود. حق را باطل می گویند، باطل را حق، شهید حقیقی را گمراه و تروریست می گویند و یک بدبختی که کافر مرده است شهید می نامند. الله المستعان. و افسوس، صد افسوس و جای تأسف است که بعضی از انسان‌هایی که خود را به اسلام نسبت می دهند، ملا خود را می نامند، به همین فتوا می دهند. خصوصا امروز ملاهای طاغوتی، ملاهایی که لشکران طاغوت هستند یا که مفتی هایی که لشکران طاغوت هستند، همیشه فتوا می دهند که کسانی که برای دفاع این وطن دموکراتی مرد شهید است. حتی مفتی های صوفی برای دولت روسیه هم همین را گفتند. هر کسی که به دفاع روسیه مرد در کجای نباشد، این گویا شهید مرده است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. مختصر جواب این است که هر کسی که به خاطر دفاع وطنش وفات کرد و تمام جنگش به خاطر دفاع وطن بود، خدمتش به خاطر دفاع وطن بود، وطن دموکراتی، ملحدی و غیره، نه به خاطر الله و رسولش، دفاع الله و رسولش، به خاطر قومگرایی، ملتگرایی و عصبی بود، این همه عملش کفر است. و در حالتی که در همین حالت مرد، این هیچ شهیدی نیست، چرا که عملش به خاطر الله نیست. چگونه شهید است؟ در روایت امام بخاری آمده است، در کتاب امام بخاری، از ابی موسی اشعری که میگویند قال سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل يقاتل رياء و يقاتل شجاعة و يقاتل حمیة ایه او ای ذلك فی سبیل الله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیده شدند از یک مردی که به خاطر شجاعت جنگ میکند، به خاطر قومش جنگ میکند، به خاطر حمیه یعنی به خاطر عصبیت، تعصب، به خاطر وطن، به خاطر قومش می جنگد و به خاطر ریا می جنگد، کدام این عمل ها فی سبیل الله است، به خاطر الله است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. هر کسی که جنگ بکند به خاطر اینکه کلمه الله، دین الله، قانون الله، شریعت الله انمین بالای همه چیز باشد، پس انمین عملش در راه الله است. یعنی کسی که به خاطر الله می جنگد، به خاطر حمایت قرآن و سنت، به خاطر شریعت، این در راه الله است. و باقی مانده در راه وطن، در راه قوم، این یگان خل در راه الله نیست و این شهید نیست، بلکه گمراه مرده است. و اگر به اختیار خودش، به عشق محبتش به این حربی رفته باشد، مرتد مرده است. اما کسی که اکراه، به سبب مجبوری به این حربی برده شده باشد، به سبب مجبوری به جنگ برده باشد، این رو ما میگیم البته گناه کرده است، نگریخته است، اما کافر نشده است. عملش کفر است، حمایت دولت کفری کفر است، اما اگر به سبب اکراه برده باشند، این انسان البته معذور است، اکراه است. اما کسی که به خواهش خودش، هوس خودش برای وطنش، برای وطنگویان، تعصب کنان، برای عشق این و غیره می رود، این کافر است. وقتی که میمرد، این یگان خیل شهید نشده است. هزارها ملا هم اگر فتوا بدهند که این صوفی ها هستند، طاغوت پرستان و غیره، ما میگیم این شهید نیست، بلکه این مرده در راه طاغوت و شیطان است.
و این چنین روایت ها در کتاب امام مسلم هم رحمه الله به عنایت حدیث های صحیح زیاد آمده است که هر کسی که به خاطر تعصب، به خاطر قوم، به خاطر ملت پرستی و وطن پرستی عمل میکرد، این به خاطر الله نیست و این در این راه مردن، این البته شهید نیست. اعوذ بالله. پس حمیه معنایش این عصبیت است، به خاطر قبیله، به خاطر جنس، به خاطر ارض، به خاطر وطن، نه به خاطر اینکه الله یگانه خودش عبادت کرده شد. جنگی که الله خودش یگانه عبادت کرده شد به همین خاطر شد این فی سبیل الله است، کسی که در این راه میمره شهید است. اما غیر این همش یگان شهیدی نیست. پس سنت رسول الله ظاهر است، دین واضح است، توحید الحمدلله آشکار است، شرک معلوم است. هر کسی که گمراه می شود، دین رو نمی فهمد، از راه بی راه می شود، از کتاب و سنت دور می ماند، سبحان الله به حالش گریه بکند، چرا که کسی که خواست می تواند که به حق برسد. و حتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که من قتل تحت رایه عمیه یغضب لعصبیه و یدعو لعصبیه فهو فی النار. هر کسی که در زیر بیرقی پرچمی یک نامعلومه و در زیر پرچمی قومی و عصبی و ملت و وطن پرستی وفات بکند، به خاطر عصبیت غضب بکند و به خاطر ملتگرایی و وطنگرایی و عصبیت دعوت بکند، پس این از آتش دوزخ است. سبحان الله. پس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن هر کسی که معنای سخنش این است که تعصب به قبایل میکند و غیر قبایل تعصب به وطن و غیر وطن امروز میکند، همه اینها در همین حالت تعصبش اگر کشته شود یا بکشد، کشنده و کشته شده در آتش دوزخ است، در نار است میگند. بارک الله فیکم. پس هر یک سخن مکان خود را دارد، اما امروز که میگویند فلان در فلان جنگ وفات کرده است، شهید شده است، در دفاع وطن وفات کرده است، شهید است، هیچ بلای شهید نشده است. شهید این حکم الله است و حکم رسول الله است. شهید کسی که به خاطر دفاع دین الله، کلمت الله، لا اله الا الله، برای اینکه تنها در زمین الله پرستیده شود جنگ کرد، انا نمی شهید است و غیر این دیگر هیچ شهیدی وجود ندارد. در راه طاغوت مردن، در راه وطن مردن، در عصبی مردن، این کفر است و کافر است و عاقبتش نار جهنم است. بارک الله فیک.